گلهای صحرایی، برنامه شماره 35. این هم رایحه دیگری است از ارکستر گلها. خوشون ساعت که دیدار توینم، کمند عنبرین تار توینم. نبینی خرمی هرگز دل مو، مگر اون دم که رخسار توینم.
بیته گلشن چو زندونه به چشمم، گلستون آذرستونه به چشمم. بیته آرام و عمر و زندگانی، همه خواب پریشونه به چشمم.
مردم که پا از سر نزونم، سر و پایی به جز دلبر نزونم. دلارامی کزو گیرد دلارام، دلارامی کزو گیرد دلارام، به غیر از ساقی کوثر نزونم. دلارامی کزو گیرد دلارام، به غیر از ساقی کوثر نزونم. برنامه‌ای که شنیدید افراچشمه نام دارد و با شرکت خانم الهه تنظیم یافته. ستار از آقای عبادی، اشعار از فیلسوف دانشمند بابا طاهر، آهنگ ماهور، محلی، تنظیم از آقای خالقی، آرمونی از دوشیزه گلنوش خالقی.